درود بر تو، محسن عزیز، و همچنین بینندگانی که این برنامه رو خواهند دید. خوشحالم که امروز دوباره با هم هستیم با موضوع تاریخ رستگاری و ادامه بحثی که داشتیم که اینجوری که من دیدم استقبال خوبی ازش شده و امیدوارم که بینندگان ما ازش بتونن استفاده کنن، چون همینجوری که ما گفتیم این گفتگوهای ما بخشن یا یک جورایی شبیه اون گفتگوهای شخصی هم هست که ما در مورد موضوعهایی که در حال پژوهش داریم با هم دیگه انجام میدیم و این بار خواستیم که بینندگان هم در به اصطلاح شرکت داشته باشن. این دفعه رو میخوایم یک کمی راجع به این صحبت بکنیم که اساساً ارکان تاریخ رستگاری چی هستند و در جهان مدرن چگونه میشه این تاریخ رو تشخیص داد در دیدگاه‌های مختلفی که بعضا از سده 18 هم وجود دارن. 18 هم 19 هم و خودشون رو حتی ماتریالیستی و یا علمی معرفی میکنن. امیدوارم که در این برنامه من بتونم از دیدگاه‌های تو هم برای تایید یا انتقاد از نظرات خودم استفاده کنم و همچنین بیننده هایی که هستن از این برنامه لذت ببرن. میخواید تو هم یه چیزی در آغاز بگی؟ یاره حتما. منم خیلی خوشحالم که دوباره در این جمع هستیم و همونطور که گفتی استقبال خوبی شد و لازم بود به نظر من، چون ما هر دومون فکر میکنم در موارد خیلی زیادی از این اصطلاح استفاده کرده بودیم و خب تو من فکر میکنم دقیقاً اون پرسش هایی که مطرح شده بود و یه مقدار این حسی که به ما دست داده بود که بسیاری هستن با این اصطلاح خیلی رابطه نمیتونن بگیرن. فکر میکنم این انگیزه ای تو شد که اون مقاله بسیار خوب رو هم بنویسی در مورد تاریخ رستگاری و تجربه خود منم همین بود که به هر حال ظاهرا یک مفهوم جا افتاده نیست، یعنی خیلی هم ازش حرف میزنن ولی به اون شکل جا نیفتاده و خوب به نظر من استقبالی هم که شد نشون داد که این کار درست به جا بوده. و در بخش قبل خب ما یه مقدار زمینه‌های دینیش رو بهش نگاه کردیم، اون چیزی که در گذشته بوده، اون چیزی که در دین‌های به خصوص در دین‌های توحیدی یا دقیق‌تر بخوایم بگیم در دین‌های ابراهیمی بوده و فکر می‌کنم تا حدود زیادی ما مواردی رو باز کردیم و یک سری با استفاده از یک سری مثال‌های تاریخی تونستیم نشون بدیم که این مفهوم چجوری اساسا به وجود اومده. البته این مفهوم میدونیم که این تاریخ رستگاری، اون موقع اونا خودشون بهش نمیگفتن تاریخ رستگاری، در واقع در پژوهش‌های دینشناسی سده‌های بعدی بوده که این اصطلاح history of salvation یا همین تاریخ رستگاری یا تو آلمانی بهش میگن Heilsgeschichte این به وجود اومده، در واقع با یک نگاه پسینی به یک پدیده پیشینی. یعنی کسایی اومدن نشستن گفتن خب این مثلا تورات چجوری شکل گرفت، بعد اومدن یا خود انجیل های چهارگانه رو بعد اومدن گفتن خب این یک چیزیه که ما بهش میگیم تاریخ رستگاری. از این نظر بسیار مهمه. من فکر میکنم در زمینه دینیش خوب بس باز شد. حالا اینها البته احتیاج به این داره که بعدها باز هم بیشتر از اینها باز بشه با نمونه های مشخص، ولی فعلا برای شروع بس من فکر میکنم خیلی خوب بود. من خودم از کسایی که برنامه رو دیده بودن یک بازخوردهای گرفتم، بازخوردهای خیلی خیلی خوبی گرفتم و کلی پرسش ها برای خودم به وجود اومد که حالا در ادامه به اونها خواهیم پرداخت. ولی در نهایت فکر میکنم که در قسمت اول بخش دینی و بخش باستانی و اسطوره‌ایش رو تونستیم خیلی خوب باز بکنیم و این دفعه همونطور که گفتی خواهیم رسید به اینکه خب این تاریخ رستگاری آیا یک پدیده‌ای که مربوط به گذشته بوده یا اینکه در زمان ما هم کاربرد داره یا اینکه به وجود میاد. شاید با این پرسش بتونیم گفتگو رو آغاز بکنیم و اینکه در واقع من از تو میپرسم آیا ما با یک پدیده آرکائیک یا باستانی روبرو هستیم در مورد تاریخ رستگاری، یا اینکه یه جور دیگه اگه بخوام بپرسم آیا ما باید در تاریخ رستگاری با یک پدیده صرفاً دینی روبرو هستیم، دینی اساطیری یا اسطوره های دینی، یا اینکه تاریخ رستگاری اساساً یک پدیده یا یک ابزاریه که
ارتباط مستقیم به زمان یا بستر فکری نداره. آیا در زمان ما هم تاریخ رستگاری به وجود میاد یا اومده؟ سوال بسیار خوبیه، چون دفعه قبل ما صحبت کردیم یا کلا در تمام مدتی که ما راجع به تاریخ صحبت کردیم به این موضوع اشاره کردیم که در تاریخ‌های باستان چیزی نیستن مگر کتیبه ها، نوشته ها، گفتارها و خیلی محدود نوشته هایی که به تاریخ دانان مثل هرودوت یا چیزای دیگه بس. مخاطبین اینها خب معمولا مشخص بود کیا هستن، مردم عادی نبود، بلکه مخاطبین اینها کسانی بودند که ضرورت به اصطلاح پذیرش یک حکومت رو لازم داشتن. یعنی این رو باعث خودشون رو، پذیرش خودشون رو به این طریق به اصطلاح اثبات میکرد. کم کم این به اصطلاح روش ساختن این داستان ها، این تاریخ نگاری به یک شیوه، به یک متدولوژی تبدیل شد، بدون که شاید کسی هم خواسته باشه که مثلا از اون قاعدتا یه چیزی رو تولید بکنه. به هر حال اینها شماهایی بودن، الگوهایی بودن، شابلونهایی بودن که ازش استفاده میشد. حالا من اگه یک مثال خیلی ساده بزنم، ما اگر به کتیبه های آشوربانیپال مثلا در اون نوشته به اصطلاح شیسلیش مکعب شیسلیش مثلا برگردیم، اونجا مثلا جمله ای رو میگه که بعدها مثلا ما حتی در اسلام هم میبینیم. اونجا میگه من آشور، از قول آشور، خدای آشور که اسمش آشور بوده، میگه من آشور هستم و آشور بانیپال فرستاده من، یعنی وارث. خب اصلا معنی آشوربانیپال هم همین، یعنی وارث آشور، یعنی کسی که به اصطلاح ارسیه آشور رو به اصطلاح داره. خب محمد رسول الله هم احتمالاً چیزی نیست. ببخشید، بانی بانی باید آشور ارتباطی با به همون بن ابن و بن، بن بله داشته دقیقا. باشه که پال هم همون بعل احتمالاً دیگه، یعنی آشور پسر بعل. آشور بانی پالی، آره این یه مهم. هم دقیقا میشه این رو چیز. خب این رو میدونی، این نشون میده که مثلا وقتی ما شعار اسلامی میبینیم محمد لا اله الا الله محمد رسول الله، چیزی به غیر از این نیست، هرچند که چندین هزار سال بعدش به اصطلاح به وجود. بنابراین ما یک شابلون هایی رو میبینیم، یک متدولوژی رو میبینیم که در اون میشه ارکان های مشخصی رو، وقتی ما البته این تاریخ رو به این صورت دنبال میکنیم، به این شابلون ها میرسیم و میتونیم ارکان هایی رو مثلا از اون بیرون بیاریم یا به اصطلاح شناسایی کنیم که ما در ایدئولوژی های مدرن که میگم، منظورم سده 18 و 19 به بعد، اینا رو هم پیدا میکنیم. مثلا در این تاریخ رستگاری ما مثلا از یک منجی همیشه صحبت کنیم، یعنی کسی که میاد مثلا نجات میده. این میتونه فرد برجسته باشه، رهبر باشه، نماینده خدا باشه. به هر حال اینها کسایی هستن که یه توانایی در حد خدایی دارن. حتی اگر ما به زمان امروز هم نگاه کنیم، مثلا رهبر کره شمالی هم به صورت خداست، همونجوری که تو هم بارها اینو تکرار کردید. اینها توانایی ماورالطبیعی دارن، کسایی هستن که اومدن یک وظیفه ای رو، یک هدفی رو، یک آرمانی رو به دست به اصطلاح به انجام برسونن، هرچند هیچ کدام از اونها این آرمان به انجام نرسید و این وظیفه همچنان به اصطلاح به دیگران داده شده. اگر ما تاریخ از 5000 سال پیش بخوایم دنبال بکنیم، چیزی تغییر نکرده کلا در این زمینه. رکن بعدی که ما در مثال رستگاری میبینیم، همین مثلا یک امت، مثلا در اسلام بهش میگن امت، یک ملت برجسته است. در یهودیت بهش میگن ملت مثلا برگزیده، یا یک گروه و یک دسته هستن، مثلا همون چیزی که فاشیسم از فاشیوس از لاتین میاد، یعنی گروه دسته. یک گروه هسته‌ای هستن که اینها به اصطلاح برجسته هستن، خودشون رو تمیز میدن از گروه های دیگه و اینها مثلا از یک مزیت های مثلا دیگه ای برخوردار. ما در مثلا فلسفه پرولتاریا که من شاید بعدا دوباره بهش برگردم، همین رو میبینیم. باز هم اینم یک گروهیه که وظیفه تغییر جامعه رو و تحقق دادن به یک کمونیسم والاتر از کمونیسم اولیه رو، یعنی این وظیفه اونجا بهش داده میشه.
رکن سومی که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که این گروه و این مثلا نماینده رهبر برجسته یا پیامبر یا کسی که رسول هست یک نبردی رو به اصطلاح پیش میبرن، یعنی بر علیه بدی میجنگن، میخوان خوبی رو به اصطلاح به اثبات برسونن. ما همیشه میبینیم که مثلا باز هم اگه مثال کوتاهی بزنم، آشوربانیپال در مورد برادرش که به اصطلاح دشمنش بوده میگه اون نماینده دروغ بوده، نماینده بوده که میخواسته جهان رو اصطلاح به فنا برسونه. اینا من میام جلوشو میگیرم. همین گفتار رو ما از کوروش هم میبینیم، از داریوش هم میبینیم در برخورد به گئومات، نه که اون نماینده دروغ بود، من نماینده راستی هستم و من یک وظیفه‌ای دارم که به انجام برسونم. این نبرد همیشه بر علیه دگراندیشانه، بر علیه کافرانه، بر علیه ناباورانه. ما حتی در فلسفه کانت هم یک چیزایی میبینیم. در فلسفه کانت هم باخردان و بیخردان هستن، یعنی کسانی که به اصطلاح چی میگن یه چیزی باسواد هستن، فهمیده هستن، و اونهایی که به اصطلاح از این به اصطلاح موهبت برخوردار نیستن. و یک رکن چهارمی هم که ما داریم اینه که همه اینها یک هدف دارن، یک فرجامی رو دوید میدن، یه چیزی که باعث به انجام برسه، یک فرجام آرمانی، یک آینده آرمانی که میتونه پاداش باشه، پاداشی که به صورت جهان آسمانی هست، بهشت هست، جهان ایدئال هست در مثلا تئوری های مثلا توتالیستی، مثلا استبدادگرانه، و که فقط مثلا کسانی که وارسته هستند میتونن اون رو مثلا بهش برسن و همه مثلا نمایندگی نمیکنن اینجا این برنامه. اینها رو همه رو میاره تا یک مثلا یک مجموعه جمع میکنه به صورت یک رمان که یک آموزشی هم هست، یعنی دیگران بخواد به دیگران اینو آموزش بده که اساسا این تاریخ در خدمت چیه، بخواد بگه که این تاریخ یه معنی داره، بی خودی به وجود نیومده، یک تاریخیه که زنده است، مثل موجودات مثل کهکشان که ادیان باستانی رو میگفتن، یا اینکه مثلا دین ماتریالیستی دیالکتیک یا تاریخی بهش برمیگرده، میگه که این تاریخ مثل یک طبیعته، یک قوانین طبیعی که در طبیعت میبینید در جامعه هم وجود داره. این همون چیزی که بعدا اسمش رو میزنن تز و آنتی تز، که در مقابل همدیگه به اصطلاح سنتز رو به اصطلاح چیز میکنن. این ایده، این داستان یک اراده الهی رو میخواد به نمایش بذاره که مثلا پیشگویی و مکاشفات قبلی ها و الهامایی رو که مثلا پادشاهان یا پیامبران داشتن، وحیی که بهشون میرسه میخواسته به همه به اصطلاح بشناسونه. اینها جریانایی هستن، یعنی رکنایی هستن که ما در تاریخ طبیعی و اینجور چیزا میبینیم. برای همینم اگر ما این رو به این صورت، یعنی من به اصطلاح این شمایی رو که الان به اصطلاح دارم بهش به اصطلاح ارائه میکنم، در اون نتیجه اون پژوهش‌هایی هست که من در تاریخ، از تاریخ باستان، از زمان مثلا آهن تا به امروز داشتم، این رو میشه اصلا کاملا روشن شناخت و معرفی کرد و من سعی کردم در کتاب‌ها هم این رو به اصطلاح معرفی کنم و میدونم که تو هم در برنامه‌ها این شماها رو در موارد دیگری هم نشون دادیش. من شاید خیلی علاقمند هستم که بدونم که اساسا تو این مسئله رو به چه صورت میبینی. آیا فکر میکنی که این چیزی که من الان گفتم همینجوری که به اصطلاح الان گفته شد درست هست، یا اینکه چیزهای دیگری هستن که من ندیده گرفتم؟ نه کاملا، یعنی تو من خودم همیشه از یک سری الگوهای تکرار شونده تاریخی صحبت میکنم. یعنی من میگم که تاریخ مثل فیزیک و مثلا شیمی و ریاضیات و اینجور علوم دقیقه، مثل اینها قانونمندی نداره. یعنی ما نمیتونیم یک سری قوانین سفت و سخت رو وضع بکنیم، مثلا بگیم که فرض کن مثلا بگیم که نیروی جاذبه
اینجوری تعریف میشه و این در همه جای کره زمین یکیه. یا حالا تو رشته شخصی خود من وقتی که داریم واردش میشیم، مثلا ما بگیم ما آرتوروز رو، کلمه آرتوروز رو تعریف میکنیم بر این مبنا و این دیگه فرقی نمیکنه که توی جنوب آفریقا باشی یا توی آلاسکا باشی، توی اروپا باشی یا توی آسیا باشی. تفاوت‌هایی هست که منطقیه، ولی اونها رو هم باز بر اساس یک سری قانونمندی‌های دیگه میشه توضیح داد. برعکس این تاریخ قانون به اون مفهوم نداره، ولی تاریخ در هر صورتش یک دانشه. و دانش با چی تعریف میشه؟ دانش با این تعریف میشه که تو میای یا در آزمایشگاه یک چیزهایی رو نشون میدی، یا مدل هایی رو ایجاد میکنی که بتونی با اون پدیده ها رو توضیح بدی. مثلا ما اون چیزی رو که راجع به بیگ بنگ میدونیم الان میگیم، چیزی رو که اساسا راجع به کهکشان میگیم، چیزی رو که راجع به ساختار کهکشان میگیم، به شکل تجربی هنوز نتونستیم این رو ثابتش بکنیم، ولی بر اساس مدل هایی که بنیانشون بر اساس تجربه بشریه تونستیم این رو توضیحش بدیم. یا این کار رو میکنیم، یعنی یک مدلی رو که بر اساس تجربه بشری درست شده با اون پدیده ها رو توضیح میدیم، یا اینکه اساسا میبریم توی آزمایشگاه و با آزمایش یک پدیده رو نشون میدیم، یعنی اثباتش میکنیم مثلا. و در تاریخ ولی همچین چیزی نداریم. در تاریخ ما قانون به این شکلش نداریم، ولی ما در تاریخ الگوهای تکرار شونده داریم. یعنی یک سری الگوها رو میبینی که به طور دائمی در شرایط مشابه میتونی اینا رو ببینی که تو رو به یاد یک الگوی دیگه ای میندازن. حالا تو همه زمینه ها میشه مثال های بسیار بسیار زیادی آورد. بنابراین این حرفی که تو میزنی به نظر من برگشتن به همون الگوهای تکرار شونده تاریخیه. یعنی یک سری مشخصاتی رو تو برشمردی، اگه من اشتباه نکنم، یکی این که باور به منجی بود، باور به امت واحده بود، در واقع باور به نبرد خیر و شر بود، و باور به آخری چی بود؟ تو چهار فرجام تا فکر کنم فرجام 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 یه هدف. شناسی بود. فرجام شناسی بود. خب حالا من همین رو، خب اینو من در چند تا مقاله هم نوشتم، میتونم الان خیلی کوتاه توضیح بدم. ما مثلا میبینیم که وقتی که یک کسی مثل مارکس و انگلس، یک کسانی مثل مارکس و انگلس در محیط، یعنی در فضای فرهنگی مسیحی یهودی بزرگ میشن، یعنی با یک سری الگوهای از پیش داده تاریخی رشد میکنن و ذهنیتشون بر این اساس شکل میگیره، این آدما وقتی هم که میان دیالکتیک تاریخی رو میخوان توصیفش بکنن، تو میبینی دقیقا از همون الگوی یهودی مسیحی استفاده میکنن. یعنی در الگوی یهودی مسیحی ما چی داریم؟ یه چیزی داریم به اسم بهشت آغازین، یه چیزی داریم به اسم گناه آغازین، یعنی همون پکاتوم اوریجیناله، یه چیزی داریم به نام دورانهای تاریخی یا همون میلناریسم، یه چیزی داریم به نام منجی، نجات دهنده، رهایی بخش، یا همون مسیانیسم، یه چیزی داریم به نام فرجام شناسی، فرجام ناگزیر، همون چیزی که تو بهش اشاره کردی، یا در واقع یک اسکاتولوژی دترمینیستی، اسکاتولوژی یا یک فرجام شناسی که ناگزیره، چه بخوای چه نخوای فرا میرسه. و یه چیزی هم داریم به اسم بهشت آخر، بهشت فرجامین، که بعد از اون میاد. اگه نگاه بکنی در، یعنی این مجموعه رو اگه نگاه بکنیم می‌بینیم مثلا دیالکتیک تاریخی مارکس و انگلس هم برای این اساس بیان شده. یعنی اونجا یه بهشت آغازین داری، اینجا یه کمون اولیه داری، اونجا گناه آغازین داری، اینجا مالکیت خصوصی رو داری. یعنی انسان ها از کمون اولیه وقتی میان بیرون به جامعه بردهداری وارد میشن که مالکیت شروع میشه، یعنی گناه مالکیت رو مرتکب میشن. بعد دوران‌های تاریخی رو داری که خب ما میدونیم مارکس اومده اینها رو، اتفاقا به نظر من خیلی هوشمندانه مطالعه دقیقی کرده، ولی خب به شکل دترمینیستی در آورده، به شکل جبرگرایانه در آورده، که میگه اول کمون اولیه است، بعد بردهداریه، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داریه، بعد سوسیالیسم، در نهایت میرسیم به کمونیسم. بنابراین می‌بینی همون دوران‌های یا میلناریسمی رو که در دین شناسی داری در اینجا هم داری. بعد یک منجی داری که در اونجا مسیحه، همون مسیانیسم، حالا در دین‌های مختلف اسمای مختلف داری، ولی در فرهنگ یا دینشناسی یهودی مسیحی به مسیانیسم معروفه. اونجا این منجی پرولتاریاست که بشریت رو از این گناه آغازین که مالکیت باشه نجات خواهد داد، به سوسیالیسم رهنمون خواهد شد و در نهایت کمونیسم رو خواهد آورد. بعد اونجا اگر انسان درستی باشی، در اون
بحث فرجامینت، وقتی که گناه نکرده باشی، وقتی که تابع قوانین یهوه یا خدا بوده باشی، اون وقت میری به بهشت. اینجا هم اگر این دورانها رو طی بکنی میری به جامعه کمونیستی، یعنی از یک کمون میای به یک کمون دیگه میری، اونجا از یک بهشت میومدی به یک بهشت دیگه میرفتی. و اون موضوع دیگه ای که تو گفتی مت، اینجا هم اتفاقا صادقه. یعنی ببین این شعار زحمتکشان جهان یا کارگران جهان متحد شوید، در واقع یک امت جهانی رو داره برای ما ترسیم میکنه که وابستگیش به خون و به تبار و به زمین و به آب و خاک نیست، وابستگیش به اون نوع تولیدشه، در واقع به شیوه تولیدش، بر اساس شیوه تولیدش هویت خودش رو مشخص میکنه و این میشه همون پرولتاریا که در جهان باید با همدیگه متحد بشه. دقیقا مثل همون چیزایی که ما توی امت واحده اسلامی داریم. امت واحده اسلامی هم کاری نداره ایرانی هستی، عرب هستی، هندی هستی، پاکستانی هستی، مال شرق آسیا هستی یا مال غرب اروپا هستی، فرقی نمیکنه، تو رو به عنوان یک امت واحده اسلامی نگاه میکنه که اون باز بر اساس تفکرته و اینم هست. و در نهایت موضوع دیگه که تو گفتی به عنوان نبرد خیر و شر یا نبرد به اصطلاح کفر و ایمان، در خب مارکسیسم هم هست دیگه. و میبینیم که مارکسیست ها هم دقیقاً نبرد طبقاتی رو اساساً، همه دین ها و ایدئولوژی ها از تضاد نیرو میگیرن، یعنی یک خودی تعریف میکنن، یک غیر خودی تعریف میکنن یا ناخودی تعریف میکنن و در نبرد این دوتاست که اینها انرژی میگیرن. و اگه در دین های ابراهیمی کافر و مؤمن رو داری و در مثلا ایدئولوژی های مثل مارکسیسم تو استثمارگر و استثمار شده رو داری، در ایدئولوژی های مثل فاشیسم یا مثلا ناسیونال سوسیالیسم تو آریایی و غیر آریایی رو داری. یعنی یک دوگانه سازی هایی که تو یک طرفش بیستی و سرمایه اجتماعی کسب بکنی. همه اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که ما یک سری الگوهای تکرار شونده تاریخی داریم و اینها یکی از بهترین نمونه هاش همینی بود که الان اینجا به نظر من صحبتش شد و شاید یک مقدار توضیح بده که چرا جریانات ایدئولوژیک حتی اگه تضاد بیرونی داشته باشن در یک جاهای همگام و همصدا میشن، برای اینکه نوع نگاهشون به جهان به نظر من خیلی شبیه همه. به نظر من این مسئله الگوهای تکرار شونده و این که ما بیایم مشخصات یک پدیده رو بیان بکنیم، همونطور که تو الان گفتی که چه چیزهایی توش هست، این به ما کمک میکنه که تاریخ رستگاری رو بهتر هم بشناسیم. یعنی تاریخ رستگاری رو با نه تنها با کارکردش بلکه با مشخصات یا ویژگی هاش هم بهتر میشه شناخت. من کاملا با چیزایی که گفتی موافقم و فقط خواستم این قسمت رو در یک مقایسه به قول معروف میدانی، در یک مقایسه بین دو نوع تاریخ رستگاری بیان بکنم که حتی وقتی که خدا ناباور هم باشی، حتی وقتی که آتئیست هم باشی، حتی وقتی که دین رو افیون توده ها بدونی، باز هم موقعی که میخوای یک ایدئولوژی بسته درست بکنی، اون وقت از همین الگوی تکرار شونده تاریخی استفاده میکنی. من الان یک فکر به نظرم رسید، یعنی که من همیشه هم بهش فکر میکنم. بسیاری فکر میکنن که مثلا گفته خسرو گل صافی در دادگاه که گفت من اگرچه من سوسیالیست هستم ولی عدالت اجتماعی رو در جامعه الیت پیدا کردم، یا مثلا اون تحول یک شبه مجاهدین خلق که به سازمان مارکسیستی تبدیل شدن رو شاید از روی حماقت یا تصادفی یا عقب ماندگی اینها حساب تعبیر میکنم، در حالی که به نظر من دقیقا همین تشابه های محتوایی که تو الان گفتی باعث میشه که یه نفری از اسلام راحت به مارکسیسم گرایش پیدا کنه. چرا که اساسا مارکسیسم هم همونجوری که تو گفتی یک گرایش بالعکس این جریان بوده، چون مارکس هم به عنوان یک یهودی با تاریخ یهود آشنایی داشت. تو اگر مثلا گفته های مارکس رو در مورد بهشت برین یا همون کمونیسم با گفته های مثلا فرقه قمران در سده های قبل از میلاد و بعد از میلاد در نوشته های مثلا که در غارهای قمران پیدا شد مقایسه کنی، میبینی اساسا با هم فرقی نداره. اساسا تاریخ یهود در آن زمان که به دنبال منجی بود و بعدها این فرقه‌ای که به دنبال منجی بودن و مسیحی شدن، یعنی یهود مسیحی شدن، هم از به اصطلاح از منطق مشابهی به اصطلاح چیز می‌کرد. یعنی
همونجوری که مارکس از این ایده های به اصطلاح مذهبی و به اصطلاح که توی خانوادهش با اون آشنا شده بود به یک به اصطلاح ایده به اصطلاح ماتریالیستی میرسه، بنابراین بازگشتش هم خیلی راحت ممکنه، چون اساسا محتواش یکیه. به نظر من مارکس هم موقعی که میگه من تئوری مثلا هگل رو از روی سر برداشتم روی پاش گذاشتم، فقط اشاره به این موضوع میکنه که محتواش رو تغییر نداده، بلکه اساسا دیدش رو یه ذره تغییر داده. ولی محتواش همونجوری مونده. اه، البته من اینم بگم که مثلا این که مثلا به امت تو اشاره کردی، ایدولوژی مثلا نژاد پرستی هم بر اساس همین دسته بندی هاست، یعنی چیز دیگری نیست. یا اینکه ما مثلا در اونجا منتها امت یک نژاد برتر هست که یا ژنتیکیه نه، و یا کاملا مذهبیه، چون ما نژاد مذهبی هم داشتیم. اشاره به کاملا. امت اسلامی خودش یک نژاد پرستی مذهبیه، یعنی چیزی به غیر از این نیست. اینکه مذاهب دیگر ناحق هستن و پست هستن، همونی که بگیم مثلا یک نژادی به نام مثلا نژاد آریایی برتره و بقیه پست هستن. یعنی این تفاوت گذاری و این به اصطلاح تضاد سازی، نه فقط به این که بگیم تضاد وجود داره، خب تضاد وجود داره، یعنی این یعنی که وجود داره، ولی از اون بخوام یه قانون بسازیم و اینها رو به جون هم بندازیم. من همیشه هم گفتم البته طبقه کارگر همه جا هست، توی مثلا آلمان هم هست، توی اتریش هم هست، توی مثلا انگلیس هم هست، توی روسیه هم هرچند نبود ادعا کردن که هست و انقلاب سوسیالیستی شد. ولی این تضاد لزوما نبایستی به یک جنگ مثلا خونین برسه که مثلا جامعه رو سوسیالیستی بکنه، چون همونجوری که تو از جامعه آلمان و من از جامعه اتریش میشناسم، یه چیزی هست به نام همسازی سوسیال، یعنی میتونن مثلا اتحادیه ها با دولت توی پارلمان با هم بشینن و مسئلهشون رو حل کنن، هر کدوم پوان خودشون میگیرن، یعنی سرمایه داران اتحادیه خودشون دارن، کارگران اتحادیه خودشون، و این تضاد نباید حتما به این باشه که بیان به جون هم بیفتن مثلا هم دیگه رو نابود بکنن. خب مشکل اینجا به نظر من مسئله اینه که وقتی که در دین یک چیزی تبدیل به قضیه کفر و ایمان میشه، یعنی یا تو کافری یعنی یا تو مؤمنی یا نیستی. بین کافر و مؤمن چیز دیگه ای وجود نداره، یعنی یا تو کافری یا ایمان داری. ببین ما به ندرت میتونم بگم تقریبا ما هیچ کسی رو نداریم در بنی امیه که البته حالا اون تاریخ نگاری اسلامی رو که خب ما میدونیم بیشترش بخش بسیار بزرگش افسانه است، ولی در همون مثلا امویا که سر کار میان، اینا همه آدمای بدی ان، برعکسش بنی هاشم همه آدمای خوبی ان. یعنی در اینجا حتی مسئله قومی تبدیل به مسئله خیر و شر میشه. و دقیقا توی اون صحبتی هم که تو داری میگی در واقع مسئله نژادی یا مسئله مارکسیستا که گفتی دقیقا همینه دیگه. یعنی تو مسئله یک نوع رقابت یا یک نوع اختلاف رو تبدیل میکنی به جنگ کفر و ایمان، یعنی دقیقا کافرهاست دقیقا این البته مؤمنها و فقط یک طرف در اینجا حق داره. من اینجا بگم که من الان یک مثلا هشدار گرفتم که برنامه ما 10 دقیقه دیگه تمام میشه، برای همین فکر میکنم میتونیم هم یه ذره کوتاه‌تر صحبت کنیم در این زمینه. من میخواستم داره فقط یه جمله رو بگم که تئوری مارکس حتی یک کلیشه راسیستی هم داشت، نه اینکه نداشت. یعنی مارکس به طبقه کارگر جهان سوم به اون صورت نگاه نمیکرد که طبقه کارگر نمیدونم مثلا انگلیس بود. این که میگن مثلا پرولتاریای جهان متحد شوین، فقط به این معنیه که بیان زیر پرچم پرولتاریای مثلا بریتانیا متحد بشین، چون اونایی دیگه که شعورش رو نداشتن. یعنی این مسائل رو هم باید صحبتشو بکنیم. و این اینکه در اساسا در ما میدونیم در آغاز اسلام هم مثلا عرب ها و غیر عرب، بین عرب ها و غیر عرب ها با هم فرق میذاشتن، این هم یک راسisme، یک نژاد پرستیه. بنابراین این چیزایی رو که ما الان راجع به صحبت کنیم، راجع به ارکان هایی که من صحبت کردم، ما میتونیم مثلا در جاهای دیگر هم اینها رو نشون بدیم، یعنی پیدا بکنیم در ایدئولوژی های دیگه. این موضوع مهمه از این لحاظ و بایستی بهش توجه کرد، چون بعدها ما همین ادامه همین رو هم در ایدئولوژی مثلا مدرن اسلامی یا اون چیزی که به انقلاب مثلا 57 منتهی شد هم ملاحظه میکنه. یعنی میبینیم که اساسا در محتوا چیزی تغییر نکرد، فقط در ترجمه یه چیزی تغییر کرد. اومدن سعی کردن که اینو مثلا
مدرنیسم که شاید یک موضوع خوبی باشه برای برنامه بعدی که ما به این مسئله هم بپردازیم، با این به این معنا که اساسا اسلام به عنوان ایدئولوژی رستگاری چگونه پدیدار شد، و چون ما تا به اینجا واقعا بهش نپرداختیم، بهش اشاره کردیم و چجوری شد که در قرن بیستم دوباره مثلا به یک صورت یک نظریه جدید به اصطلاح پدیدار شد، و این که اساسا ما در ایران به طور بسیار بسیار آشکار شاهد پدیدار شدن یک تاریخ رستگاری جدید هستیم و جلوی چشمان ما گذشته رو تغییر میدن، به اصطلاح تحریف میکنن که بتونن یک سناریویی برای بودن خودشون و آینده‌ای که نوید میدن به اصطلاح پیدا. آره، منم فکر میکنم که چون ما تصمیم گرفته بودیم از اول که این بخشا رو کوتاه نگه داریم که بینندگان حوصله‌شون سر نره، خیلی هم خوبه میتونیم یک بخش سومی رو هم به این اضافه بکنیم و در اون واقعا هم به این بپردازیم که اساسا حالا خب همه این حرفایی که ما راجع به تاریخ رستگاری زدیم، همه توضیحاتش هم دادیم از نظر خودمون تا اونجا که سوادمون میرسه. و حالا ببینیم وقتی که این بیننده از ما میپرسه خب ما همه اینا رو فهمیدیم، الان به قول آلمانیا میگن با این چند تا نون میشه خرید. با این چند تا نون میشه خرید، یعنی این تاثیر این بحثایی که ما کردیم، توضیحی که راجع به تاریخ رستگاری دادیم، حالا از اینجا باید ببینیم که در زندگی امروز ما چه نقشی بازی میکنه و چرا مهمه که ما امروز به تاریخ رستگاری بپردازیم، نه به عنوان یک دغدغه یا کنجکاوی آکادمیک، بلکه به عنوان اینکه بتونیم با استفاده از گذشته امروز خودمون رو بهتر بفهمیم و خودمون دچار درگیر یا اسیر یک تاریخ رستگاری جدید نشیم. به نظر من صحبت امروز در این مقایسه هایی که کردیم تا حدودی هم مشخصات رو نشون داد، هم مقایسه های تاریخی رو نشون داد، هم این رو نشون داد که این یک پدیده زمانمند نیست، بلکه در همه دوره ها میتونه اتفاق بیفته. مسئله دینی نیست، خارج از عرصه دین هم میتونه اتفاق بیفته. و بخش پایانیش هم که من فکر میکنم حتما در جلسه آینده به این بپردازیم که این تاریخ رستگاری برای امروز ما چه نقشی بازی میکنه. من میخوام در پایان فقط یک چیزی رو بگم که خیلی از من میپرسن، خیلی بسیاری از علاقمندان نظریات ما بر من میپرسن که اگر تاریخ اسلام درست نیست پس کدوم تاریخ درسته؟ من میخوام از این گفتگوی امروزمون این نتیجه گیری رو بکنم که اگر قرار باشه ما دوباره یک سناریویی بسازیم در اثبات یک نظریه‌ای که شاید ما میخوایم به اصطلاح جا بندازیم، کار دیگری نکردیم مگر هم تاریخ رستگاری ساختن. ما اگر کاملا تاریخ رو عالی. میشناختیم خب مشکلی نداشتیم. الان من با مشکل ما اینه که ما تاریخ رو نمیشناسیم و دقیقا. همه حرفی هم که ما میزنیم این نیست که اونی که اونا میگن غلطه، اونی که من میگم بس اینه که ما تا کجا تونستیم بنابر شواهد و اسناد این تاریخ رو ثابت کنیم یا باعث ازش انتقاد کنیم و اون رو به گوشه ببریم. برای این من کار فکر میخوام میکنم که اون جمله همیشگی تو اینجا خیلی کاربرد داره که هدف ما این نیستش که یک سری دوگم ها رو برداریم و یک سری دوگم های جدید جاش بذاریم. امیدوارم که این دوستان ما الان منظور ما رو از این مسئله فهمیده باشن، چون ما واقعا در صدد این نیستیم که مثل بعضی‌ها که برای خودشون الان فرقه درست کردن و جای علی و عمر رو فقط عوض میکنن. ما واقعا برای این نیستیم که یک فرقه اینجوری بسازیم و براش یک داستانی هم به عنوان یک دوگ مثلا تحویلشون بدیم و اونها این کارو بکنن. من فقط خوشحال میشم که بینندگان ما واقعا این برنامه ما رو به عنوان انگیزه‌ای ببینن که خودشون دنبال قضیه برن و کاملا. فکر بکنن. اگر این مسئله به اصطلاح انجام بشه به نظر من ما خیلی به اصطلاح کار کردیم و شاید نقشی هم در این زمینه بازی کردیم که مردم رو کمی بیشتر به این موضوع ها فکر بکنیم. من دیگه کاملا. صحبتی ندارم. اگر تو چیزی برای پایان نه، داری. فکر میکنم همه چیز گفته شد. ما میتونیم برای جلسه بعد دقیقاً نقش تاریخ رستگاری خودمون رو بررسی بکنیم. تا جلسه بعد. تا جلسه بعد و تشکر میکنم از تو محسن عزیز، باشه. مثل منم همیشه از تو استفاده همینطور. کردم. منم همینطور مثل همیشه لذت بردم. تا بعد. قربان.